سلام دوستای عزیز، من شمیم حبیبی هستم. خوش آمدید به کانال من. اینجا با عشق و سلیقه انواع غذاها، کیک ها و شیرینی های خوشمزه آماده می کنم. اگر شما هم به پخت کیک ها، غذاها و شیرینی ها علاقه دارید، کانال من را سابسکرایب کنید تا هیچ ویدیویی را از دست ندهید. مواد لازم برای تهیه کردن کیک: تخم مرغ، آرد، وانیلیا، پینکیک پودر، بوره و یک گلاس آب شیرگرم. در نخست زده های تخم مرغ را با مقداری از بوره میکسر نموده، بعدا مقداری از آب گرم را بالای آن اضافه می نماییم. بعد از اضافه کردن آب، مواد را تا زمانی که رنگ خود را تغییر بدهد میکسر می نماییم. و حالا متوجه از این میشیم که مواد ما کاملا رنگ خود را تغییر داده و این به این معنا است که مواد ما برای مرحله بعدی آماده شده. حالا مقدار آرد، پینکیک پودر، وانیلیا را با هم مخلوط میکنیم و حالا مواد را با آهستگی با هم مخلوط میکنیم. و یک نکته که بسیار مهم است این است که مواد را با درجه بلند میکسر نکنید. شما میتونید با درجه پایین میکسر و یا هم با یک قاشق مواد را بسیار به خوبی حل کنید. بعد از مخلوط شدن مواد، سفیدهای تخم مرغ را با نیم گیلاس از بوره به مدت 6 الی 5 دقیقه میکسر میکنیم تا این مواد کاملا رنگ خود را تغییر بده. زمانی که این مواد رنگ خود تغییر داد، این مواد آهسته آهسته دوبار با موادی که اول آماده کردیم مخلوط میکنیم. مخلوط کردن سفیدی تخم مرغ در مواد باعث حجم و نرمی کیک میشه. پیش از اینکه ما تمام مواد را میخواهیم آماده کنیم، داش را به درجه 180 درجه روشن میکنیم و این گونه مواد خود را به قالب بندازیم و به داش میبریم. اگر شما این دستورالعمل را دوست داشتین، حتما کانال ما را سابسکرایب کنید و ویدیو را لایک و شیر کنید تا از ویدیوهای بعدی آگاه شوید. تشکر.